بعد از عودت قوای شوروی خو یک تعداد هست سیاست بازا هست نور ما میفهم خیر اجازه بده شنو خو عادتشان شده مترکمی که هر گپ را تاریک و سیاه و هیچی جلوه بده که چطور خواهد شده حالا باز آمد از این طرف آمد و از اون طرف آمد و از شوروی چطور هست و این پرسترویکا چطور میشه و این نظریات های گذشته ما چطور شد. برادر از خود وطن داریم یا نداریم؟ خدا کنه کل جهان آتش در بگیره. ما مسئولیت حفظ آبادی و آزادی و هویت ملی کشور خود را داریم از کس دیگر از خود داریم و این رو به افتخار تعالی کمایی کردیم. بگذار یک ذره پترول و تیل برای من نرسه در حال امکان پس جاری شد به خاطر یک مسئله تکنیکی در یک فابریکه پیدا شده 4 روز تال خورده 6 ماه تیل در اینجا رسیده یک ماهش از لحاظ قرارداد به عقب افتاده بود غال مغالش واقع شده. ما میگم یک ایش نرسه. او افغانی که از اون طرف می از پاکستان در سر خر سلار میاره در اینجا و در سنگرها و در مابین کوهها تو پراگنده میکنه و علیه تو میجنگه. تو پای پیاده در مقابل از اینا نمیتونی جنگیده که باز هر روز موتر زیر پای ما تو باشه بجنگیم. تو ایمان افغانی ما اجازه میده که چونین گپ بی غیرت و بی ننگ در برابر یک دیگر زمزمه بکنیم؟ نتونستم افاده بکنم و یکان زمزمه شنیده میشه سیاست بازا هستن رفقا سیاست باز که جای خود نیافتن گپای خود از دست دادن. حالا چطور کنن که هر مسئله را که ولو موفقیت و پیروزی باشه او را سر ما پیروزی نداشته باشن که صبح در افتخارات ما شریک است برای وطن ما میرسه برای خودت میرسه برای همه کس میرسه. چرا تاریکی ها را زمزمه میکنی؟ چرا روشنی ها و امیدها و این قربانی ها ادعاهای صدهای هزاران فرزند از این وطن قربان شده بهترین همرزمان شما و رفیقان شما که سر به سنگر ماندن و گفتن که ما به یاد تو مردیم و یاد از او و سرسپردگی از او و دلیری از او و جانساری از او فراموش ما شد. برای که من یک جمله در کتاب خوانده بودم او جمله ما تحقق نیافت ولی یه آدم این ترکایی یک گپ زد اینی مردم را من میگفتم که اگر 100,000 اتحاد جماهیر شوروی قطعاتش هست ای که برای محمد